شروع از 1 اپریل سال روان معرکه دعوت بهارانه جوانان به سن 18 ساله رسیده برای خدمت به صف قوه‌های مسلح مملکت آغاز گردید که این زمان در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری با مرام ادامه دارد. جوانانی با آر و ناموس شهر وحدت نیز جوانمردی نشان داده با حس جوانمردی و میل و اراده خویش به کمیسریات حربی حاضر شده با روحیه بلند میهن‌پرستی و صداقت به وطن برای ادای قرض شهروندی و حمایت مرز و بوم کشور اظهار آمادگی نمودند. برای رساله شهروندی خود و صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده برای وطن خود خدمت می‌نمایند. از جوانان دعوت به عمل می‌آورم که آمده و صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت نمایند، چون که یکی از رکن‌های اساسی وطن دوست داشتن وطن خود این خدمت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان میباشد. از شماره بیشتری دعوت شوندگان معلوم می‌گردد که جوانان شهر وحدت خدمت در صف ارتش ملی را رسالت جوانمردی خویش دانسته برای حمایت مرز و بوم وطن و حفظ دستاوردهای زمان استقلالیت آماده میباشند. محض شجاعت و مردانگی چنین جوانمردان وطن دوست است که قوه و اقتدار مدافعی مملکت در زمان صاحب استقلالی تحکیم یافته امن و ثبات و حفظ مظفریت‌های کشور تامین می‌گردد. جوانان وطن دوست و غیر و دلاور برای حمایت مرز و بوم کشور در صف قوه‌های مسلح مملکت خدمت نمودن را شرف بزرگ می‌دانند که این عملیات‌ها نشانه عالی میهن‌پرستی و صداقت به وطن ملت خود میباشد. برای جوانانی که به صف قوه‌های مسلح کشور با حس بلندی وطن دوستی شامل می‌شوند در برابر بلیت حربی این چنین حجت رانندگی داده می‌شود. من با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده خدمت وطن مادر را صافدلانه صادقانه اجرا می‌نمایم، زیرا این قرض است که هر یک جوانی با ننگ و ناموس جمهوری تاجیکستان به صف قوه‌های مسلح داخل شده خدمت وطن مادر و صافدلانه صادقانه اجرا نماید. خدمت در صف قوه‌های مسلح را هر یک جوان پسر سینش به خدمت حربی رسیده باید قرض شهروندی و وظیفه اولین درجه خود داند. در برابر این برای خدمت حربی جلب نمودن جوانان سهم پدر و مادران نیز مهم است تا که فرزندانشان را در روحیه وطن دوستی، خودشناسی ملی و پاس داشتن ارزش‌های انسانی تربیت نمایند. مادر 6 فرزند همه فرزندم اختیاری رفتگی‌اند. اینا با ششمش رفته است. حضور فعال جوانانی که میل جوانمردانه پیوستن به ارتش ملی را دارند از درک بلندی مسئولیت وطنداری این قشر جامعه درک می‌دهد. حس بلندی وطندوستی، اراده قوی و میل و رغبت جوانان برای خدمت به وطن ارتش ملی ما را در طول موجودیت خویش به یک نیروی توانا و پراقتدار تبدیل داد که امروز افسران و سربازان قوه‌های مسلح مملکت از مرز و بوم کشور صادقانه و با مسئولیت دفاع نموده ایستادند. من امروز همچون سابقه‌دار وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان روحیه بالیده این جوانمردانی که امروز در دفتر حیاتی آنها یک صحیفه نوی فراموش نشده صحیفه گردان کرده می شود، یعنی امروز 1 اپریل روز دعوت جوانمردان حمایتگران اصلی وطن است. وطنم دیده خیلی راستیگه من هم روح بالیده گرفتم. خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همچون مکتب جسارت و مردانگی و آبوتابیابی نسل جوان به حساب رفته باعث افتخار و شرفمندی است. آنها با احساس گرمی وطن دوستی در صف قوه‌های مسلح کشور خدمت مادر وطن را قرض شهروندی خویش دانسته رسالت جوانمردی و وطن دوستی خود را با سربلندی ادا می‌کنند. در زمان صاحب استقلالی در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق همزمان شرایط بودوباش افسران و سربازان و تأمین زمینه مادی و تکنیکی ساختارهای قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بهتر و خوبتر گردیده در این سمت یگان مشکلات و مانعگی وجود ندارد. حمایت نعمت‌های مقدس چون استقلالیت، امن و ثبات، آزادی، منفعت‌های ملی و دولتی وظیفه هر یک فردی با ننگ و ناموس
ватандӯсту ватанпарвар ва худшиносу худогоҳ буда ҷавонписарон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишварро ҳамчун нишонаи олии шарафмандӣ, мактаби матонату мардонагӣ ва далериву боҳиматӣ ба ҷо меоранд.